درود بر شما دوستان. امروز میخوام در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری صحبت کنم. خیلی از دوستان سوال میپرسیدن، البته قدیم، الان که کسی اصلا ازدواج نمیکنه چه برسه به این که بچه دار بشه. حالا من یک سری روش‌هایی هستن که برای جلوگیری از بارداری تو مراکز درمانی به شما معرفی میکنن. با من همراه باشید. روش‌های هورمونی هست، روش‌های مکانیکی هست و دستگاه و اینام هست. بهتون خواهم گفت تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. خب درودی مجدد. محمدی هستم، کارشناس پرستاری. میخوام در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری باهاتون صحبت کنم. ببینید دوستان، چند تا روش هست. اولین روش و سیفترین و بهترین روش استفاده از بریر یا به اصطلاح خودمون کاندوم هستش که هم برای آقایون هم برای خانم‌ها هستش. برای کاندوم خانم‌ها رو تو ایران من ندیدم، ولی در خارج کشور وجود داره. روش سیوی جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی باعث جلوگیری از بیماری مقاربتی میشه، ولی ممکنه مثلا پاره هم بشه و دچار حاملگی بشه بعدش، یا دچار مجبور بشه قرص‌های اورژانسی استفاده کنیم. بعد از کاندوم روش‌های دیگه‌ای داریم، مثل بهشون میگن قرص‌های OCP که شامل قرص LD هستش و تریفازیک. قرص LD بسته‌های 21 عددی یا 28 عددی هستن که 28 عددی 7 تاش رنگیه. اون 7 تا رو در اون دوره پریودی استفاده میکنن. 21 عددی که از روز دوم پریود به بعد شروع میکنن. باعث میشه که جلوگیری کنه از حاملگی. من فقط داروها رو دارم بهتون معرفی میکنم و یک سری عوارض کوچیک هم به صورت جزئی بهش اشاره خواهم کرد. اون 28 تایی 7 تاش پلاسیبو هن، یعنی عملا مثلا تو خالی هن، رنگیه اون 7 تاش. قرص های LD رو در شیردهی نمیدن. یک سری قرص داریم، قرص شیردهیه که اونم ممکنه مثلا یه ذره این ور اون ور بشه ساعتش و اینا، ممکنه طرف پرگننت یا حامله بشه. پس خیلی در قرص های شیردهی باید توجه و دقت بیشتری داشته باشید، چون قرص LD نمیدن در شیردهی، قرص های شیردهی میدن. بعد از 6 ماهگی که تغذیه تکمیلی برای نوزاد شروع میشه، بعد میتونن قرص LD رو شروع میکنن، چون روی شیر تأثیر میگذاره LD و حتی میگن شیرم بدمزه میکنه برای نوزاد. قرص LD رو نمیدن. مثلا یه نفر زایمان کرده میخواد بچه دار نشه، تو اون 6 ماه اول قرص LD نمیگیره. قرص LD مثلا از 40 سال به بالا ممنوعه، پس کسایی که بالای 40 سال هستن سعی کنن قرص LD استفاده نکنن. از سایر روش ها میتونن استفاده کنن. عوارضش ممکنه باعث تورم، افزایش وزن و حتی ممکنه سکته قلبی و مغزی و آمبولی و اینا هم ایجاد بشه. اما روش‌های آیودی گذاری هم هستش که چیکار میکنن؟ آیودی یک وسیله فلزی هست که داخل واژن کار گذاشته میشه. ممکنه چند ماه اول خونریزی خیلی بیشتر بشه که نگران نباشید. عوارض آیودیه 5 ساله داره، 10 ساله داره، ولی هر 6 ماه تا 1 سال باید حتما بری سونوگرافی انجام بده که ببینه اون آیودی جابجا نشده، چون تو آیودی هم حتی بذاری احتمال بارداری 1% هستش، یعنی 100% سیو نیست، ولی ممکنه خارج رحمی حتی تشکیل بشه. پس حتما 6 ماه یک بار سونوگرافی رو انجام بدید. اما مثلا یکی از بتاش مثبت در اومده، یعنی تست حاملگی، بتاش هم از معمولا همون هفته های اول، 4 هفته اول از LMP بتا ممکنه مثبت در بیاد. اگه مثبت در اومد، حالا یکی از باهوش زرنگ میگه آیودیمو در بیاری، چون همزمان با
در آوردن آیودی اون دیوارهای رحم هم میتونه خراش بده و اون محصول حاملگی هم با خودش بکشه بیرون. پس اگه بتا مثبت شده آیودی داشتید سریع برید پیش ماما یا پزشک زنان آیودی رو براتون در بیارن یا قرص بهتون بدن که جلوگیری بشه از بارداری. Mirena insertion and placement is easy to master and takes only minutes to perform. The following animated Mirena insertion technique, in combination with the live insertion, is intended to help you gain a greater understanding of the Mirena procedure and to help ensure successful placement of Mirena. Additionally, trained representatives are available to introduce and refresh you in the proper insertion of Mirena. As you prepare to insert Mirena, you should perform a bimanual exam to establish the size and position of the uterus. With the patient comfortably in the thotomy position, gently insert a speculum of appropriate size to visualize the cervix and rule out with the uterine cavity. The tenaculum should remain in position throughout the insertion procedure to maintain gentle traction on the cervix. Gently insert a uterine sound to determine the depth of the uterine cavity, confirm its direction, and exclude the presence of uterine anomalies. If you encounter cervical stenosis, use dilation, not force, to overcome resistance. The uterus should sound to a depth of 6 to 9 centimeters. Mirena is now ready to be inserted. While maintaining traction on the... Now, while holding the inserter steady, release the arms of Mirena by pulling the slider back until the top of the slider reaches the mark, which is the raised horizontal line on the handle. It is important to wait to allow the horizontal arms of the Mirena to open completely and regain its T shape. This wait time is necessary for proper placement and fundal positioning. Now, gently advance the inserter into the uterine cavity until the flange meets the cervix and you feel fundal resistance. Mirena should now be in the desired fundal position. While holding the inserter steady, pull the slider all the way down to release Mirena. The threads will release automatically from the cleft. Check that the threads are hanging freely. Then gently withdraw the inserter from the uterus. Be careful not to pull on the threads. Now, using sterile curved scissors, cut the threads, leaving about 3 centimeters visible outside the cervix. Measure the length of the visible threads outside the cervix. For example, مورد بعدی هم وازکتومی و توبکتومی هستش که وازکتومی یه ذره سخت‌تره برای آقایونه و توبکتومی اون لوله های قالبو میبندن. بازم اینا هم برگشت پذیره ولی برای آقایون خیلی ظریفکاری داره، برای خانم‌ها راحت تره. و یک سری کپسولات کاشتنی هم یک مورد دیگه‌ای داشتیم، کپسولات کاشتنی بودن که الان دیگه اونا منسوخ شدن، استفاده نمیشه. یک روش دیگه هم هست آمپول های 1 ماهه و 3 ماهه، یعنی 1 ماه جلوگیری میکنه از بارداری یا 3 ماه. سیکلوفام هست و آمپول DMPA فکر کنم باید باشه. میاد علائم آمنوره ایجاد میکنه، شبه یائسگی ایجاد میکنه، رحم رو نازک میکنه. وقتی رحم نازک بشه اون لانه گزینی اتفاق نمیفته، در نتیجه با این روش از حاملگی جلوگیری خواهد کرد. نکات مهمی که باید حتما توجه داشته باشید: LD بالای 40 سال ممنوعه، عارضه‌هاش ممکن افزایش وزن و ورم باشه. امن‌ترین و سیف‌ترین روش استفاده از بریر یا کاندوم هستش. بعدش از قرص‌ها معمولاً استفاده خواهند کرد. ویدیوی منو لایک کنید و برای دوستانتون به اشتراک بگذارید. بچه ناخواسته هم به دنیا نیارید. سالم و تندرست و شاد باشید. خدا نگهدار.